سلام علیکم هموطنان. سلام ما به هموطنانی که واقعا وطن ما تاجیکستان برای شما عزیز مقدس است. امروز 9 سپتامبر روز استقلالیت جمهوری ما تاجیکستان رسد 25 سال شد که ما صاحب استقلالیم. ما اولا دعا و منتداری خودمان به هموطنان ما که برای احیا شدن نام تاجیکستان، نام ملت تاجیک و تولید شدن سرزمینی به نام تاجیکستان سهم گذاشتن، کوشش تلاش کردند، جانبازی کردند و دعا و احترام ما به فرزندان سرزمین ما که برای صاحب استقلال بدن مردمان زحمت ها کشیدند، تمام هستی و جان خودشان قربان کردند. دعای ما برای اون است. اونا را نباید که ما فراموش کنیم. در یگان حالت برای هر یک ملت بزرگترین دستاوردی که می شود این استقلالیت است. در روی زمین اگر ما نگاه کنیم کم نبود و کم نیست قوم نژادهایی که نائل نشدن به نام ملتشان صاحب سرزمینی بگردند و یا دولتایی که صاحب استقلال میخواستن بشن که نشدن تا امروز. در عصرها در 100 سالا یک چند دولت ای خریطه جهانی خط زده می شود، نام ملت ها نابود می شود. اینم اگر که باشه سیاست نادرست مسئولین همون کشور است. ای خطاگی های گلوبالیشون، ای نفسای بدشون، ملتشون، دولتشون ای دست میتن. اینم باشه سبب درک نکردن مسئولیت شناسی مردم هم هست که وطن حواله میکنن به یک تعداد حکومتدارا و میگن که اونا بهتر میدونن چیکار کردن شونه. در عوض از اونا چیزی طلب نمیکنن. عاقبت خنک نظریه که ملت دولت‌ها را به نیستی میبرد. در تاریخ ما نظر کنیم چقدر شخصیت‌ها جان دادن برای یک پارچه زمین، چقدر شخص‌ها قربان شدن برای نگاه داشتن نام ملت، چقدر جانبازی‌ها میکنن برای ناموس مردم وطن. در روی زمین کم نیست امروزا دولت‌هایی که وصلی اند، دولت‌هایی که زیر تابع دیگران، کم نیست هم قوم‌ها، ملت‌هایی که در آرزوی وطن به نام خودشان هستند. ملت‌هایی هستند که در حسرت وطن دست دادگیشان میسوزند تا امروزه. در 3 پارچه زمین دست دادیم چه خیلی میسوزیم. ملت‌ها، قوم‌هایی هستند که درون میسوزند که وطن از دست دادن، نام ملتشون کسی نمیگیره، از بین رفتن. قوم ملت‌هایی هستند که حتی گذشتگاه خودشون لعنت میخوانند که سرزمین از دست دادن. این خیلی بده، خیلی نگران کننده که وقتی نسل نورس به وای میرسه درک میکنه سیاست وطنداری را و به چشمایت نگاه میکنه، یا نگاه سالمی است. وطن برای چی از دست دادی؟ این سوال جوابش چیه؟ اوزر من مسئول نبودم، اوزر من رئیس نبودم، اوزر من دپوتات نبودم، اوزر من کمبغل بودم، یا اوزر من در اروپا و امریکا و استرالیا ترکیه مهاجر بودم. حالا که یک سوال برای مردم تاجیکستان ای نسل نورس تیار است. ما حالا که جوابگوی یک سوال بزرگ هستیم نزد نسل نورس و نسل آینده. روزی می شود ما پرسان میکنن برای چی پارچه های زمین فروخته؟ ما چی جواب میتیم؟ داره یگان کس جواب؟ آیا ما تیار هستیم برای جواب دادن همین سوال ده؟ چی بهانه پیش میاریم؟ قائل میشیم که عیب از خود ما بود، قائل میشیم که ما خاموشی را استفاده بردیم، هر کاری که خواستن اون مسئولین کار کردن، یا که ما او روز هم با خاموش میمونیم. باید فراموش نکنیم که خواه آزاد باشیم، خواه مظلوم باشیم، خواه در مستملکه باشیم، صاحب استقلال باشیم، روز میشود ما به این سوال جواب میتیم. روز میشود که به ما این سوال هم میتن. جوابی یگان بهانه نداره. فقط باید اقرار شد که ما مسئولیت شناس نبودیم، ما وطن دوست نبودیم، ما شخصیت پرستی کردیم، پارچه های وطن از دست دادیم. عیب خود ما بود. وقتی پارچه های زمین ما را فروختن، ما کسی که در قید حیات بدیم گناهگاره. چی تو ای حزب کمونیستی، دموکرات اسلامی، خلقی یا و کدام سازمان گروهی که نباشی، یا تو پادبان، منتیاری، شفیاری، هر چیزی که بودی گناهگاری. همه ما گناهگاریم. تمام ما همجا که ششتگی هم گوش میکنیم یا دیگر ما در گناهگاریم.
در پارچه‌های زمینی که دست دادیم، در اون حالتی که امروز وطن ما قرار داره، ما همه ما گناهگاریم. امروز ما وطن داریم، صاحب استقلال هستیم، جشن 25 سالگی میگیریم، 25 سالگی استقلالیت لاف میزنن، شب و روز تعریف رحمانوف میکنن، در گوش مردم افسانه میخونن با طریق مدیا، تلویزیون، رادیو. مردم فکر میکنه که استقلالیت به ما رحمانوف آورده. استقلالیت امروز مردم از وحدت فرق نمیکنه، حالا که او وقتی که استقلالیت ما آوردیم رحمانوف در گوش فیل خواب بود یا چخری که خودش نقل میکرد او سب چما فکر نکنم که حاضر در تلویزیون بمونه. چخری که در یک برنامه‌اش گفته بود اون وقتا با ستیلش مایکشی میکرد برای مهمونای سبخوزشه. سوال به میان میاد اگر ما در هیئت ازبکستان میموندیم چخلی که سال 24 تا 29 بدیم عصر گذشته، آیا سال 1991 بعد از پاش خوردن شوروی ما صاحب استقلال میشدیم یا نه؟ فکر نکنم که امروز ما حرفی از استقلالیت تاجیکستان میزدیم. استقلالیت در یگان حالت با یگان مردم با یگان قوم و ملت به آسانی به دست نآمده و نمیآید. در یگان حالت امروز گرچند تحلیل ها میشود که ما استقلالیت به آسانی در حالت پاش خوردن اتحاد شوروی به دست آوردیم. اینجاش درست، لیکن توجه کنیم ریشه استقلالیت برمیخورد در سالهای 20 عصر گذشته. به ما به آسانی نآمد. پیشتر از این ما تاجیکستان امروزه قرار داشتیم کجا؟ در هیئت امارت بخارا که اساسگذارش بود، اساسگذار امارت بود محمد رحیمی ایسلولای منقیتیا. خب پیشتر از این ما بدیم دیگر نامو داشت. از ما دراز بعد نمیریم در این وقت من از زیادتر میگیرم. این امارت از سال 1758 تشکیل کرده بودن و بعد 162 سال برهم خورد. امارت بخارا سال 1868 یک دولت وصلی امپرای روسیه میگرده. امروز بعضن شهروندای ما، هموطنای ما فکر میکنن که ما در هیئت روسیه از سال 1920 یعنی که بعد رولوسیا ما در هیئت مونده. نه، ما پیشتر از او بودیم. از سال 1868 دولت وصلی امپرای روسیه میگرده امارت بخارا. این هم باشه به مثلی که میگن بدم شیر بازی میکنن همین خیلی شد. یعنی قوقند دنداناش تیز نشون میده به طرف روسیه، قضاوت طلب میکنه از روسیه و یک برای روسیه یک فرصت خیلی مناسب استفادهش میبره. بخارا با قوقند مناسبت خوب نداشتن. روسیه طرفداری میکنه بخارا را ضرب میکنه میگیره قوقند، بعد از او بخارا را هر چه در کنترلش میداره. هم چی روسیه چی بریتانیا اینا برای در کنترل در آوردن منطقه کوشش‌های زیاد میکردن. روسیه آسیا میانه را کنترل در گرفتگی بود، بریتانیا باشه به این طرف اومده بود، به طرف هندوستان و افغانستان اینا را گرفته بود و عاقبت کار میتونست که مشکلی ایجاد بکنه بین روسیه و بریتانیا. اینجا اومدن برای بدخشان یک بار بین روسیه و بریتانیا بحثا و سردیا به میان آمد. ای بس که غیر از این منطقه با بالای دیگه منطقه برنامه داشتن. بالاخره سال 1885 زیر یک سازشنامه قرار گرفتن که به یک دایره کوچک ما را جدا کردن. یک دایره کوچکی است ما را جدا کردن، راه ما را بستن. برای دیدار پدر با پسر، مادر با دختر، خویش دوست اقربا و غیره مثل اینا مشکلی به میان آمد. و این هم باشه بعد از برهم خوردن امارات بخارا یعنی در پیدایش شوروی این راهها بسته و رفت آمد به کلگی ممنوع شد. شاید وقتی اول این مصیبت درد مشقتش کلام بود، لیکن به گذشتن وقت فکر نکنم که نسل حاضره در فراق خویش تبار او طرف آب ماندگی بسوزند و یا درک کنند به او اندازه که گذشته های ما درک میکردن میسوختن در فراق خویش اقرباشون. فکر که یک آبای تر نمیمونه که از اون طرف پسر زندگی میکنه، دختر زندگی میکنه، تو را میسر بشه دیدار شه، او را برای خبرش بگیری. چی قدر درده. لیکن امروز
امروزه، نسل امروزه و اون نفرایی که ما زندگی داریم، ما اینا نمیتونیم درک کنیم. درک اون نفرای گذشته بزرگای ما را ما درک کردن نمیتونیم. این به مثل یک شرمی است که بعد یک زخم در تنت میمونه. تا ما در دستم یک شرم کلان دارم، وقتی که همین شرم در دستم اومد خیلی درد میکرد، تو خیلی وقت هر وقت نگاهش میکنم درد میکرد، عذاب میداد، بر خاطر شرم کلان بود. لیکن حاضی درد نمیکنه، عموما حسش نمیکنم. هر وقتی که چشمم در همون شرم بغلطه، همون حادثه در یادم میزنه، تمام دیگه درد نمیکنه. او درد مردم هم حاضی برای ما همیه. شاید یکم طرف او نظر کنیم، بگیم آب یک وقتای بود بعضا خش اقربای ما ماندن اون طرف آب. سال 1920 در حالتی که سرنگون میکنن حکومت امیری را در بخارا تشکیل می‌یابد، جمهوری خلقی شوروی بخارا. توجه کنید تا او وقت منطقه به نام ملت‌ها نبودن، یعنی که ملت‌های گوناگون در یک دولت زندگی میکردن و حکومت شوروی را نه همه مردم منطقه آسیای میانه قبول داشت، چون که زبانشون دیگر بود، عرف و عادتشون دیگر بود، نگاه دینیشون دیگر بود، با کلگی فرق میکردن. و چقدر که یولی سزار گفتگی بود، جدا نموده حکمرانی نمو میگن. اتحاد شوروی از سال 1924 سر میکنه به نام ملت‌ها تقسیم کردن منطقه را و تولید میشود دولت‌های امروزه آسیای میانه به نام قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، قرقلپاقستان که اتونومی بود، اول در هیئت قرقیزستان، بعد قزاقستان و اخیراً اولا در هیئت ازبکستان قرار گرفت و تا امروز قرار دارد. 14 اکتبر سال 1924 جمهوری مختار تاجیکستان در هیئت ازبکستان تأسیس می‌یابد. 16 اکتبر سال 1929 یعنی بعد از 5 سال تاجیکستان همچون جمهوری مستقل در هیئت اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی تشکیل می‌شود. آخر سال‌های 20 خط ما که فارسی به لاتینی عوض می‌شود و در آخر سال‌های 30 به کریلی، یعنی خطی که امروز استفاده می‌بریم، به این عوض کرده می‌شود. جدایی کردن و برنامه‌گذاری کردن، به منطقه و به ملت‌ها جدا کردن. اینجا باید ما از کسی ننالیم و امروز هم نه از روسیه، نه از چین، نه از افغانستان، امریکا و استرالیا و هر جایی که است، اگر هر چی که میشود این سیاست خطای خود ما که ما در کجای شکست اگر بخوریم. باز تکرار میکنم که این دنیا همه وقت کسی کوشش میکنه که یک پارچه زمین به طرف خودش بکشه بگیره. اساس از روی نقشه اتحاد شوروی آسیای میانه باید به 3 دولت به نام 3 ملت تقسیم میشید: قزاق، ازبک، ترکمن. لیکن اولا لطف الله بعد تلاشش کوشش‌های مردم ما و از آن جمله فرزندای سرزمین ما به مثل شادروان نصرت الله مقسوم، صدرالدین عینی، عبدالرحیم حاجیبایف، چینار اماموف، شیرینشاه شاتمر، به مثل این نفرایی که نامش نگرفتیم و عبدالقادر محدینوف هم و دیگر جوان مردا بودن که امروز ما وطن داریم به نام تاجیکستان. یعنی گفتیم توجه کنین، چیزی که به آسانی میگن آمد در سال 91 این به آسانی به ما رسیدگی نیست. ریشه اصلی بر میخورد در سالهای 20 عصر گذشته. در مدت کمتر از 1 ماه کتاب نویساندن، تیار کردن، نشان دادن که تاجیک‌ها تاریخ دارن. کتاب به نام تاجیکستان که عبارت از 73 صفحه بود. در کتاب مختصر درباره مردم وطن ما نویسندگی بود. اونا نشان دادن که ببینید نوشتجاتی که در دیوارا و قصرهای مسجدهای سمرقند بخارا هستن همچون اسناد نشان میده. ببینید که به کدام زبان نوشته شدگیان. شما نمیتونین یه ملتی که 1000 ساله تاریخ داره نابود بسازین در حالتی که میخواین به ملت‌ها تقسیم کنین منطقه را. این جوان مردا با این حرکتاشون، با این استواریشون در حالت ناگوار مانده بودن اتحاد شوروی را. او جوان مردا چقدر کوششا کردن. 5 سال دیگه با خون جگر شدن، خوجند در هیئت تاجیکستان در آوردن و 1929 از هیئت ازبکستان خارج کردن تاجیکستان.
عاقبت به خودشون دشمنای زیاد پیدا کردن. این نفرها که شخصای کلیدی بودن، این نفرها که پیشوای مردم بودن، اینا رو اول فریب کرده برای خواندن به روسیه روان کردن و بعد او زیر تهمت بهتان خائنی وطن گفته زندانی کردن و به قتل رسوندنشون. بهترین فرزندای سرزمین ما را در خود اول سالهای سیم تا 700 نفر بهترین فرزندای وطن ما را، دانشمندا را، جوانمردای با اور و ناموس نفرا که پیش صف بودن در رپرسیا استالینی شکار شدند، در اوجا قتلشون کردن. تا همسراشون از ظلم کردن، همسراشون از زندانی کردن، کودکاشون در یتیمخانه سپاریدن، فرزند خائن گفته. منظور من امروز نیست که شما نفرت به کسی داشته باشین. او سیاست دولتایی که بود رفت. چرا که میگن در سیاست یگام دولت نمیتونه دائما با تو دوست باشه که دشمن باشه. نه، منظورم اینه که باید ما درک کنیم که این جوانمردای نامور شده بودن، جانبازی ها کردن، 25-35 سال عمر داشتن، مقاومت میکردن بر ضد نفرایی که پلنای 100 ساله میکشیدن، بعضی نفرایی که مکتبای خاص سیاسی را گذاشتگی بودن، نفرایی که به تقدیر ملت ها بازی میکردن، نفرایی که عموما در پلنشون تشکیل کردن دولت به نام تاجیکستان نبود. اینا با اونا مقاومت میکردن. یکی سرسختی و استواری همون جوانمردای نامور شده بود که نام تاجیکستان احیا شد. دولت ساختن به نام تاجیکستان. قرار نگرفتن تا به هدف نرسیدن، قرار نگرفتن تا او دمی که در خریطه سیاسی جهانی نام تاجیکستان جا نشد. برای چی امروز ما به مردم نمیگیم اصل واقعه را رسیدن به هدف صاحب استقلال بدن ما را 6-14 اکتبر سال 24؟ برای چی ما را به مردم نمیفهمونیم؟ نسل نورس یک طرف، حتی پیرانسالای ما بعضش این چیزا نمیفهمن، درک نمیکنن. برای چی ما در اطراف اینا صحبت نمیکنیم؟ برای چی ما 16 اکتبر سال 29 را فراموش کردیم؟ برای چی این روزا ما حرف نمیزنیم؟ برای چی ما ایدی کده و خربزه و پیاز کارتوشکا ایدای به معنی را قید میکنیم، 14 و یا 16 اکتبر ما جشن نمیگیریم؟ برای چی؟ برای که رحمان فی پیشوای سمزونیت نبود در روزا؟ برای همین؟ برای که این نفر خط خواندن نبود در دستاورد؟ برای همین نباید ما بگیم که ما بچی چیزا نایل شدیم؟ باید ما مهنت جانبازی او جوانمردا را حرف نزنیم؟ برای چی امروز نام قدردین اسلانوف جای نیست؟ شخصی که در اعلامیه استقلالیت ما امضا گذاشته. برای چی نام طاهر عبدجبار نیست؟ یکمین شخصی که اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال بود قدردین اسلانوف. برای چی حرف نمیزنیم؟ کجاده نامی او، کجاده گوری او، کجاده رسم نواراش در کجای؟ برای چی محدود کردیم همه را؟ برای چی در گوش مردم افسانه میخوانیم، یک مکاری وطن فروش قهرمان میتراشیم؟ برای چی وطن فروش رحمان در قطار نفران وصف نامنویس میکنیم که وطن احیا کردن، وسع کردن، مساحت شد، نه که مثل مای زده وطن پارچه پارچه کرده فروخته باشد. این مای زده وطن فروش در یک قطار به قهرمان ماندن، این تحقیر کردن این فرزندای وطن است. مگر میشه که یک نفری که وطن احیا کرده در بر یک نفری که وطن فروخته اینا رو هرچه بربر مانی قهرمان بخوانی؟ امروز ما قفس سینه میزنیم، میگه ما وطن داریم، ما صاحب استقلالیم. اگر او جوانمردا در اون شب روز حرکت نمیکردن، شخصا من شک میکردم در بدن وطن ما به نام تاجیکستان، یا شاید ماکسیموم ما مثل همون قرقلپاکستان میشدیم که تا امروزه ما در حیات یا دولت دیگر. من فکر نکنم موزی کدام همجا شاید انگوشمار نفرای باشه که نام یمیره شنیدگی باشه که هست قرقلپاکستان هست یکتا، یا که قطار تاجیکستان بود و میخواست که صاحب استقلال بشه.
این نفرایی که امروز لاف وطن دوستی میزنن، این نفرایی که امروز کرسی را به دهن دنداناشون قپیدگیان یا نمیدونم میخ زدگیان از پایان، این نفرایی هستند که امروز ای میزنی را سرخ کبود شدگیان، رقص بازی میکنن، دعوای استقلالیت دارن. اینا همون نفرایی هستند که ضد استقلالیت بودن. اینا همون نفرایی بودن که ضدیتی کرده بودن به قدردین اسلام وقتی که امضاش ماندگی بود و آخری کار به قتل رساندنش. این همون نفرایی هستند که طرفداری رفراندوم برای برقراری اتحاد شوروی کرده بودن. این هم نفرای سمزون هستند، همون خودخوانده. اینا وطن ما را به نستی برده استند. میگن که ما آریاییم، یعنی نسل تازه، آریایی نسل تازه، قوم تازه. نه که مردم وطن ما را شرمنده و غلام ساختن نزد جامعه جهانی. نسل تازه میگن، آریایی میگن، نه که دخترای تاجیک در آغوش اجنبی پرتافته استند. امروز در گوش مردم افسانه میخونن، خودشون قهرمان میتراشن، نجات دهنده وطن میخونن خودشون. نه، یگان باری کج به منزل نمیرسه. ببینین روزی بود که شیرینشاه شاتمر، عبدالرحیم حاجیبایف، نصرتالله مقسوم و او دیگه فرزندایی که بودن، همین فرزندای سرزمینی ما را خائن خوانده به قتل رساندن. نه که دور نه، بعد 20 سال خطاییش اعتراف کرد حکومت شوروی، بعد 20 سال و نام اونو را از خائنی خط زد. حقیقت همه وقت غالب میبراید. روز میشود که شما ظالمای دزد بیناموسی وطن فروش نامتان در تاریخ همچون وطن فروش و دشمن مردم تاجیکستان ثبت میشود. یگان باری کج به منزل نمیرسه. هیچ وقت دروغ غلبه نکرده، هیچ وقت. روز میشود که نام شما ثبت میشود در تاریخ تاجیکستان همچون وطن فروش. شما در حقیقت وطن فروخته، نامتان وطن فروش ثبت میشود. دور نیست او روزی که شما به همه ای عملاتون جواب بتین. به همه ای عملاتون شما جواب میگین. دور نیست، دیر نیست. هموطنان شما باید به فرزنداتون برسانین که زحمتای کی بود ما صاحب وطن شدیم، صاحب استقلال گشتیم. این زحمتای کی بود؟ از این افسانه دور بسازین فرزنداتون. این افسانه‌ای که میخونن در گوشای فرزنداتون از اینا دورشون بسازین. حقیقت بفهمونینشون. حقیقت بفهمونین که ریشه استقلالیت در کجاه، از کجا ما صاحب وطن شدیم. برای چی 14 و 16 اکتبر تا این روز جشن گرفته نمیشه اگر که ما عید میگیم؟ خاموشی را اختیار نکنید. استقلالیت مبارک.